پیکسلیا سلام، من پاییزم و این دومین روزیه که بدون آموزش طراحی کاراکتر رو تست میکنم. از علاقه من به حاج خانوما که خبر دارید. امروز رفتم سراغ یه نسخه وطنی از حاج خانوما تا با یه کوچولو اغراق بیارمش توی دفترچم. خب طبق قاعده از گردی صورت شروع میکنیم، ولی خارج از قاعده گردی رو مربعش میکنیم. بعد از مشخص کردن حدود روسری و مو میرسیم به صورت. یادتونه حاج خانم قبلی 5 لپه بود؟ این حاج خانم 3 لپه است و یه قبقب نازم داره که لپا رو بذاریم توش. جای اجزای صورت رو میذاریم، دایره چشما، حالا یه ذرم نامتقارن بشه. به کسی چه ربطی داره؟ ابروهاشم، حالا گیریم ابروهاشم نامتقارن بشه. چی میشه مثلا؟ حاج خانم شوهر گیرش نمیاد؟ والا بیایید فکر کنیم چشم خمار تایپمه و اصلاً به این فکر نکنید که بلد نیستم چشمای ریز شده بکشم. میرسیم به بحث جذاب بینی که فرقی نمیکنه چه مدلی باشه. بینی که بیاد زیر دست پاییز مشت میخوره و میشه دماغ. شاید فکر کنید دماغ خودم بزرگه و عقده‌ای چیزیم، ولی باید بگم که بله درست فکر میکنید. دقیقاً عقده‌ایم. لب حاج خانومم که از این چش تا اون چش ماشاءالله هر چقدر راه باشه. چهار قلم چین و چروکم فشار میدیم اینور و اونور صورتش. تار به تار زلفای حاج خانمم که حرمت دارن. چون سایه زدن بلد نیستم، از طرفی هم فرق مو و روسری باید مشخص بشه، به چند تا خط اکتفا میکنم واسه روسری. خطیام که واسه بقیه ساین، واسه ما بچه بازی. ممنونم که توی گذاشتن پیکسل دوم کارم با هم همراه بودین. یادتون نره تا پیکسل بعدی عملیه را باشید و زیاد بخندید.